باشه. معلومه از الان خب محکمتر. آها خب خدا رو شکر. ما بایستی با قوت با قدرت بیدار. آیا بیدار هستید؟ یا ناهارا رو خوردین سنگینین الان چشا رو همه؟ خب خدا رو شکر که همگی آماده هستید و برای شنیدن کلام خداوند. خیلی ممنون از عطیه عزیز و سوگند عزیز برای شهادتی که دادن. چه شهادت عالی بود. امیدوارم که همه ما بتونیم اینطوری که هم کلام گفت و هم سوگند شهادت داد بتونیم کنترل زبان هامون رو در دست داشته باشیم. آمین. خدا رو شکر. پس بریم سر کلام خداوند، وقت رو از دست ندیم و ببینیم که خداوند امروز چه پیامی برای کلیسا داره. اجازه بدید منم یک دعا بکنم و بعد کلام خداوند رو با هم باز میکنیم. بله خداوندم شکرگزار هستیم برای حضورت همین الان در میان ما. به نام پر قدرت عیسی مسیح به حضورت میایم و ای روح القدس عزیز ممنون هستیم برای حضور در میان ما و به تو خوش آمد میگیم ای خداوندم. در حضور الهی تو خودمون رو فروتن میکنیم، سر تعظیم فرود میاریم و اعلام میکنیم که خطاکار هستیم ای خداوند، اشتباه میکنیم. اشتباهاتی که چه دانسته و ندانسته، چه خواسته و ناخواسته انجام دادیم واقعا اعتراف میکنیم، توبه میکنیم و میخوایم که ما رو با خون عیسی مسیح بشوری، پاک کنیم و مقدس کنی، تقدیس کنی ای خداوندم. چون تو خدای مقدس هستی شکرگزارت هستیم و قلبمون رو، فکرمون رو، گوشهامون رو باز اعلام میکنیم تا امروز از کلامت بشنویم، درس یاد بگیریم و باشه که آن چیزی رو که میشنویم در زندگی هامون عمل کنیم تا بتونیم زندگی پرقدرت و پیروز مسیحی داشته باشیم. به نام عیسی مسیح آمین. آمین. خب عزیزان، اگر یادتون باشه موضوع صحبتمون در ارتباط با ساختن بنای مستحکم، خانه های مستحکم بودش هفته گذشته که ما خونه هامون رو بر چه بنیانی داریم بنا میکنیم. برای اینکه یه یادآوری کوچیک بشه میخوام که فقط سریع از روی عکس های مروری بکنیم. اگر برادر امیر عزیز بله عکس ها رو برای ما بذاری. همینجوری که میبینیم گفتیم که اگر خانه‌ای بهش رسیدگی نشه، مثلا یه دیواری در یک سوراخی در دیوار باشه یا یک شکافی باشه و کوچیک باشه و به اون رسیدگی نشه، این شکاف یا سوراخ عمیق‌تر میشه و در نهایت اینکه باز اگر بهش رسیدگی نشه دیوار خونه میریزه، سقفش میریزه و خونه تبدیل به یک جای متروکه‌ای میشه که میشه در اون زندگی کرد. در کتاب متی فصل 7 بود که خوندیم هفته گذشته که عیسی مسیح گفت اگر که خانه هاتون را بر کلام من بنا نکنید اون خانه فرو میریزه. هر چی که ما بسازیم فرو میریزه. مثل خونه ای هستش که بر شن و ماسه بنا میشه. پس عیسی مسیح صخره هست و ما رو خونده تا زندگی هامون رو بر روی صخره بنا بکنیم. بله آیات هم اینجا داریم، خیلی عالی. پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند همچون مرد دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. چون باران بارید و سیل‌ها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، خراب نشد زیرا بنیادش بر سنگ بود. اما هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند همچون مرد نادانی است که خانه خود را بر شن بنا کرد. چون باران بارید و سیل‌ها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، ویران شد و ویرانیش چی بود؟ عظیم بود. و بعد رفتیم جلوتر، گفتیم که عکس‌ها رو اگر باز بیارین که چه عکس‌هایی رو با هم دیدیم و مرور کردیم. گفتیم که برای اینکه بتونیم خونه رو از نو بسازیم، اون دیوارهای فرو ریخته شده، اون
بناهای خراب رو باید دونه به دونه از اول ما چیکار کنیم؟ بازسازیش بکنیم. اگر اونجا دقت بکنید به اون عکس، اون آجرها رو دونه دونه دوباره داره روی هم چیده میشه تا یک دیواری بنا بشه و اون دیوار بعدن گفتیم که پلاستر و رنگ و اینا رو میکنیم و بعد تبدیل به یک خونه زیبا میشه. یعنی اینکه ما بایستی از کلام و فرامین خداوندمون عیسی مسیح دونه دونهش رو انجام بدیم، اطاعت بکنیم. اون چیزهایی که گفتیم اگر که قبلا توی باورهای قبلیمون یاد گرفتیم بیاریم زیر نور مسیح، زیر نور کلام خداوند و ببینیم اگر هر کدومشون با کلام خداوند مطابقت داره، خدا رو شکر اونا رو نگه میداریم تو زندگیمون. ولی اگر هر کدومش مطابقت نداره، ما اونها رو بعد از خونه هامون و زندگی هامون هر چه سریعتر دور کنیم تا بتونیم خونهمون رو بر صخره بنا کنیم. و بعد تصویر بعدی رو داشتیم، گفتیم که وقتی میخواد یک خونه از نو بنا بشه باید فاندیشنش چی باشه؟ درست ریخته بشه و ما نمیتونیم خونه جدید رو بیایم روی خونه قدیمی بسازیم، چون دوباره هر چی بسازیم فرو میریزه. پس بعد فاندیشن درست باشه. بعد اون و خداوند وقتی میخواد زندگی ما رو از نو بسازه چیکار میکنه؟ یک کار عمیق درونی در وجود ما انجام میده تا اون چیزهایی رو که از قدیم در ما مونده اونها باید در بیاد، دور ریخته بشه از وجود ما تا خداوند بتونه یک کار جدید، یک بنای جدید در وجود ما انجام بده. و وقتی که من و وجود من ساخته بشه از نو، قطعاً رابطه من با دیگران، رابطه من با خانوادم، رابطه من با کارفرمام، رابطه من توی اجتماع، توی مدرسه، هر جایی که هستیم، اینها هر کدوم سر جای خودش قرار میگیره و همه چیز اصولی و درست میاد بالا. وگرنه دوباره هر جایش که ما بهش رسیدگی نکنیم متاسفانه فرو میریزه. عکس بعدی رو اگه داشته باشیم که بله، این آیه مزمور 127:1 رو اگر یادتون باشه ما سال گذشته روی این آیه تمام سال رو تمرکز روی این آیه داشتیم که گفتیم چی؟ اگر خداوند خانه رو بنا نکند بنایانش زحمت چی میکشن؟ بلند. زحمت چی میکشن؟ بلند. بیدار شید از خواب، بعد بیدار شید. من نمیذارم امروز بخوابید به خاطر اینکه خیلی مسئله مهمه، مسئله خونه ماست، زندگی ماست، آینده ماست و اگر ما هر اشتباهی بکنیم متاسفانه دوباره خونه هایی که داریم از نو میسازیم رو سرمون دوباره چی میشه؟ خراب میشه. پس بنابراین میگه اگر خانه رو که خداوند خانه رو بنا نکند بنایانش زحمت بیهوده میکشن. اگر خداوند شهر را نگهبانی نکند نگهبانان بیهوده به پاسداری میستن. من میخوام که همینجوری که میریم جلو در واقع کشورمون ایران رو هم در نظر داشته باشید. یعنی الان موضوعاتی رو که امروز باز در ادامه بحث هفته گذشته میخوام ادامه بدم این هستش که خیلی ربط داره. یعنی انگار اون اتفاقاتی که برای قوم اسرائیل اون زمان افتاده و در کتاب ثبت شده امروز، یعنی امروز که چه عرض کنم، توی زندگی تک تک ماها افتاده و مخصوصا از سال 57 و اون انقلاب شومی که انجام شد در ایران و این رو دیگه ما به واضح میتونیم هم در کشورمون، در خونه هامون، در خانواده هامون کاملا ببینیم که نتایج بتپرستی و خداپرستی و قدر نشناسی چه آثار مخربی رو میتونه در زندگی های ما داشته باشه. پس بایستی هوشیار و بیدار باشیم. اگر که بریم به اسلاید بعدی که دارن سردر خونه رو اوکی. بله، میخوایم برگردیم به کتاب خروج و زمانی که خداوند میخواد قوم اسرائیل رو چیکار کنه؟ از بردگی مصر آزاد کنه.
داستانش رو فکر کنم دیگه کم و بیش همه شما عزیزان میدونید که اون موقع چه اتفاقی داره میفته. گفتیم که زمانی میرسه که برادرای یوسف رو میفروشن. یوسف به مصر برده میشه، فروخته میشه اونجا، ولی بعد با قدرت و قوت خداوند به نفر دوم مصر تبدیل میشه. توی مصر قحطی میاد، پدرش و برادراش رو میاره به مصر، اونها رو نجات میده و در نهایت که بعد از اینکه یوسف میمیره چه اتفاقی میفته؟ فرعون جدیدی میاد که میبینه که تعداد اسرائیلی ها زیاد شدن و اونها باربر و کثیر شده بودن و از اونها میترسن و میگن که اگر که ما اینها رو تحت کنترل خودمون در نیاریم، اینها ممکنه به ما حمله کنن، قدرتشون از ما بیشتر بشه و ما نمیتونیم دیگه بر اینها حکومت بکنیم یا کنترلشون بکنیم. برای همین مصری‌ها میان شروع میکنن یهودی‌ها رو به بیگاری کشیدن، به اونها ظلم کردن، اونها رو مجبور میکنن به کارهای طاقت فرسا انجام دادن و زندگی اونها رو به کامشون تلخ میکنن. یه فلش بک به ایران بزنیم. دقیقاً این چیزی نیست که داره در ایران اتفاق میفته. حکومتی سر کار هستش که تمام فشار و قدرت رو زورش رو به سر مردم ایران آورده برای نابودی ایران و ایرانی. همچین حسابی شمشیر رو از رو بسته و به هیچ کس و هیچ چیزی رحم نمیکنه و زندگی همه ایرانی ها رو داره نابود میکنه. اما میگه که خدا صدای ناله های اونها رو شنید و امروز دعای من این هست که خداوند واقعا صدای ناله های مردم ایران رو نیز بشنوه و آمین. و حتی کشورهای همسایه ما، افغانستان، اون هم همین حالت دارن، بچه توی کردها و خیلی جای دیگه اصلا همه جا ناامن شده و مردم آه و ناله میکنن. همه ناله ها به سمت آسمان بلنده، ولی دارن چه خدایی رو صدا میزنن؟ از کی کمک میخوان؟ و این مهم هست که ما از کی کمک میخوایم. پس میبینیم که خدا موسی رو فرا میخونه و میگه که من میخوام از تو استفاده کنم برای رهایی قوم اسرائیل از مصر. تا اینجاش با من هستید؟ خب خدا رو شکر. حالا خدا چی میگه؟ خدا همونجوری که میدونیم از زمانی که موسی شروع میکنه به حرف خدا گوش دادن و فرماندهی قوم رو به عهده گرفتن، دیدیم که 10 تا بلا سر قوم اومد که آخرین بلاش مرگ نخست‌زاده ها بود که در نهایت با مرگ نخست‌زاده های مصری ها فرعون تصمیم میگیره که به موسی میگه بابا این قوم رو بردار و خودتو هر چی دارین بردارین برین از اینجا، برین خداتون رو پرستش کنین. که البته قومو که رها میکنه بعد پشیمون میشه، دنبالشون میره، ولی در نهایت با مرگ نخست‌زاده ها مجبور میشه وقتی که میبینه که قدرتش به قدرت خدای موسی نمیرسه، به یهوه نمیرسه، پس مجبور میشه قوم رو رها کنه. و همینجور که میام جلو میخوام اینا رو بگم بیام جلو که سریع مروری تو ذهنتون بشه تا بریم سر اصل مطلب. اینا همه مقدمه هستش که برای آشنایی شما که داره چه اتفاقی برای قوم یهود میفته و در نهایت یهودی‌ها سرنوشتشون چی میشه و دقیقاً اون اتفاقی که برای یهودی‌ها و سرنوشتشون میفته دقیقاً چیزی هستش که داره امروز تو زندگی‌های ما اتفاق میفته. پس اهمیت داره. داستان‌های کتاب مقدس فقط داستان نیست، قصه نیست، حقایقی هستش که در تاریخ اتفاق افتاده و ما باید از این حقایق، از این اتفاقات درس بگیریم، ببینیم امروز درسش تو زندگی‌های من و شما چی هستش. و همینجور که میریم جلو ما میبینیم توی مسیری که موسی داره میبره قوم رو به جلو، تقریبا دیگه 40 سال گذشته و تقریبا دیگه نزدیک هستن که به سرزمین موعود نزدیک بشه قوم. مسیری رو که قوم میتونسته 11 روزه بره عزیزان،
40 سال طول میکشه. دلیل 40 سال طول کشیدنش چیه؟ غرغر، شکایت، بی‌اطاعتی و منیت، خودخواهی و اینجور چیزها. برای همینه که ما اگر تو زندگی های شخصی خودمونم نگاه کنیم، هرچی این منیت ها، خودخواهی ها، خودباوری ها و خودمحوری ها طول بکشه، ما هم توی اون مسیر راستی که تو زندگیمون قراره بریم نمیافتیم و همینجور دور خودمون دور میزنیم، همون جوری که 40 سال قوم اسرائیل دور خودش دور میزد و به هیچ جایی نمیرسید و به سرزمین وعده نمیرسید. پس ما هم مهم هست که بدونیم که توی این مسیر درست افتادن به چه شکلی هستش و چه جوریه. حالا اینا بعد از 40 سال نزدیک سرزمین موعود هستن و خداوند به موسی میگه چی؟ میگه این کلامی رو به موسی میگه با قوم تجدید عهد کن. این کلام منه که به قوم بگو. و میبینیم که موسی قوم رو جمع میکنه و بهشون میگه چی؟ میگه که بنی اسرائیل، میگه هر آنچه را که خداوند، دقت بفرمایید، هر آنچه را که خداوند در سرزمین مصر با فرعون و همه خادمانش و با تمامی سرزمینش کرد، شما خودتون به چشم خودتون دیدید. مصائب عظیمی را که با چشمانتان دیدید و آیات و علامات عظیم رو. یعنی داره میگه تو این مسیر 40 سال شما هم سختی ها و مصائب رو تجربه کردید، هم آیات و نشانه ها و معجزه هایی رو که خداوند براتون انجام داد. هر دوتا رو دیدید، پس شاهد قدرت خداوند بودید. و میگه توی مدت 40 سال که من شما را در بیابان رهبری کردم، جامعه شما فرسوده نشد و کفش در پای شما پاره نگشت. پس خدا همه جوره برای قوم مهیا میکنه، در روز همچون ستون ابر، در شب همچون در ستون آتش همراه قومه و اونها رو داره هدایت و رهبریشون میکنه. اما داره در ادامه یک پیام دیگه به قوم داره میگه چی؟ میگه شما خود میدانید که ما چگونه در سرزمین مصر زندگی میکردیم. یعنی دیگه بهتر از خودشون نمیدونن، من و شما هم میدونیم که تو سرزمین خودمون چطوری زندگی میکردیم. الان که اینجا هستیم یه فلش بک به زندگی های خودمون تو ایران بزنیم، ببینیم تو ایران چجوری زندگی میکردیم. حتما یه جوری بوده که ما هپی نبودیم، خوشحال نبودیم و امروز اینجا هستیم. درسته؟ میخوام همینجور خودمون رو هم مقایسه بکنیم که ما چگونه در سرزمین مصر زندگی میکردیم، ما چجوری در سرزمین ایران زندگی میکردیم، ما چجوری در عراق زندگی میکردیم، ما چجوری در افغانستان زندگی میکردیم. همه ما اینا رو باید بدونیم و چگونه از میان اقوام مختلف سفر کرده گذشتیم. حالا همه ما تا به نوعی به این کشور برسیم، بالاخره از یک مسیرها، از یک چالشها، از یک کشورهایی رو ما عبور کردیم. خیلی از بچه‌ها که دیگه تمام کشوری نبوده که تفلکی‌ها نرفته باشن تا به اینجا نرسیده باشن. چیزی نبوده که دیگه تجربه نکرده باشن تا به اینجا نرسیده باشن. هر چی سختی و مشکل و اینا بوده رو تجربه کردن. شما رسوم کراهت آور و بدهای بی ارزش این قوم‌ها را که از چوب و سنگ و نقره و طلا در میان ایشان بود دیدید. اکنون به هوش باشید، مبادا در میان شما مرد یا زن یا طایفه یا قبیله‌ای باشد که دلش امروز از یهوه خدایمان منحرف شده، برود و خدایان این اقوام را عبادت کند. پس ما تو این مسیرهایی که اومدیم انواع اقسام مسائل رو، رسومات مختلف رو توی هر کشوری و حتی در این کشور ما میبینیم ادیان مختلفی وجود داره، رسومات مختلفی وجود داره، بت میپرستن، حالا از چوب و سنگ و نقره و طلا یا هر چیزی. میگه اینا رو شما دیدین، تجربه کردین، قدرت یهوه رو هم تجربه کردید. پس حواستون باشه که منحرف نشید. و بعد بهشون موسی توصیه میکنه، میگه من به شما توصیه میکنم که زندگی رو انتخاب کنید، چون مرگ و زندگی شما در پیش روی شماست، در دستای خودتونه. شما میتونید یا
لعنت رو قبول کنید یا برکت رو. این تصمیم گیری دیگه با خود شما هستش. پس میگه این تصمیم گیری روبروی شماست و شما و نسلتون. بهتون توصیه میکنم که یهوه خدای خود رو دوست بدارید و از اون اطاعت کنید و به او بچسبید، زیرا او زندگی شما و درازای عمر شماست، تا در سرزمینی که خداوند برای پدرانتان ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند خورد که آن را به ایشان بدهد شما قرار یابید. پس میگه بهتره که این کار رو بکنید. توصیه موسی بعد از 40 سال رهبری دم مرگشه و میگه که آخرین پیام و توصیه هم داره به قوم میکنه که منحرف نشید. و خیلی جالبه، من این آیات رو که میخوندم خدا به موسی میگه که خب حالا تو دیگه پیری داری میری با پدران خیش میخوابی و یوشع رو انتخاب میکنه خداوند که برای بقیه مأموریت که قوم رو هدایت و رهبری کنه به سمت سرزمین موعود. میگه یوشع رو صدا کن که میخواد مسحش بکنه. و حالا خدا به موسی اینجوری میگه، این آیات واقعا قلب من رو لمس کرد و دوست دارم برای شما هم بخونم. میگه خداوند موسی رو گفت اینک تو با پدران خیش میخوابی و این قوم برخاسته از پی خدایان بیگانه سرزمینی که بدان داخل میشوند زنا خواهند کرد و مرا ترک گفته. دقت بفرمایید، قوم هنوز به سرزمین موعود نرفته، تازه عهد جدید رو خدا داره با قوم در میون میذاره، ولی خدا داره به موسی میگه موسی تو داری میمیری و من میدونم اون خداست دیگه، همه چی میدونه. میگه من این قومو که دارم میبرم به این سرزمین موعود میدونم به من خیانت میکنن، میدونم که میرن دوباره خدایان بیگانه رو میپرستن و با پرستش خداهای بیگانه به من زنا میکنن و مرا ترک گفته، عهد مرا که با ایشان بستم خواهند شکست. در آن روز خشم من بر ایشان افروخته شده، ایشان را ترک خواهم گفت و روی خود را از ایشان خواهم پوشانید و تلف خواهند شد. بلایا و تنگی های بسیار دامنگیرشان خواهد شد، چندان که در آن روز خواهند گفت آیا از آن رو این بلایا بر ما فرود نیامده که خدایمان دیگر در میان ما نیست؟ و در آن روز من به سبب همه شرارت هایی که مرتکب شده اند و به سبب روی آوردنشان به خدایان دیگر به یقین روی خود را از آنها خواهم پوشاند. حال این سرود را برای خود بنویسید و تو آن را به بنی اسرائیل بیاموز، آن را در دهانشان بگذار تا این سرود شاهد من بر ضد بنی اسرائیل باشد، زیرا چون ایشان را به سرزمینی که شیر و شهد در آن جاری است برسانم، سرزمینی که سوگند خوردم به پدرانشان بدهم و آنها خورده سیر شوند و فربه گردند، آنگاه به خدایان دیگر روی آورده آنها را عبادت خواهند کرد. چقدر زیبا میگه. دقیقاً این مثال خیلی از ما ایرانی هایی هستش که از مصر ما که الان ایران باشه رهایی پیدا کردیم، اومدیم اینجا، خدا این همه کار و معجزه و آیات نشون داده، ما رو از مصائب و بلایا نجات داده، ولی باز میگه چیکار میکنیم؟ میگه خوردن، سیر شدن، فربه هم شدن، حالا دوباره راه افتادن دنبال خدایان دیگر، منو فراموش کردن. آنها را عبادت خواهند کرد و به من اهانت ورزیده. به من اهانت ورزیده، عهد مرا خواهند شکست و چون بلایا و تنگی های بسیار دامنگیر ایشان شود، آنگاه این سرود چون شاهدی بر ضد ایشان خواهد داد، از آن روز که از زبان نسل ایشان فراموش نخواهد شد، زیرا همکنون از مقاصد ایشان آگاهم. خدا از قبل ما رو میشناسه، دقیقاً میدونه ما کی هستیم، چی هستیم، تو دل و قلب و فکرمون چیه. اون میدونه که ما رو از ایرانمون، از مصرمون آزاد کرده، آورده اینجا، خودش رو به ما معرفی کرده، ولی میگه
بازم میدونه که کیا بهش متعهد میمونن، کیا بهش وفادار میمونن و کیا چیکار میکنن؟ دوباره بعد از اینکه به منافعشون رسیدن، خوردن و سیر شدن و فربه شدن، میرن و گناه میورزن و پشت به خداوند میکنن. زیرا همکنون از مقاصد ایشان آگاه هم، پیش از آن که ایشان را به سرزمینی که درباره آن سوگند خوردم درآورم. پس موسی همون روز این سرود را نوشت و آن را به بنی اسرائیل داد. و بعد میبینیم که یوشع فرماندهی قوم رو به عهده میگیره و موسی میمیره و میبینیم که حالا وقتی که میخوان وارد سرزمین وعده بشن، یک شهری به نام اریحا، دیگه حالا خدا قبلا کلی جنگ واسه قوم کرده، کلی جنگ ها رو پیروز شدن، حالا دیگه رسیدن به شهر اریحایی که در واقع دروازه ورودی به سرزمین موعود یا کنعان هستش. که حالا این شهر اگر برین حالا توی کتاب یوشع بخونید میبینید که این دیوار انقدر عظیم هست که اصلا یهودی ها نه از نظر تجهیزات جنگی و از نه توان بدنی هیچ جوره نمیتونن این شهر رو تسخیر بکنن و اگر قدرت و قوت خدای یهوه نباشه اونها هرگز نمیتونستن پیروز بشن. و حالا قراره که این دیوار برن با این دیوار بعد فرو بریزه و تا قوم بتونه وارد سرزمین موعود بشه. اگر به کتاب یوشع فصل 6 بریم، میبینیم که خداوند برای ریختن دیوار اریحا به یوشع یه استراتژی میده. میگه چیکار کنید؟ نه اونجاشو نمیخوام بگم. میگه که سرایندگان و اینها جلو برن. اجازه بدید من بیارم این قسمت رو. تثنیه نه یوشع 6 12 تا 17. یوشع 12 سوری 12 فصل 12 آیات 16 و تا 17 داره. 16 تا 17 داره. اجازه بده من یه دفعه. من یه لحظه اجازه بدین. 6 12 تا 17 تا 17. صداتون نمیاد، بعد خودم بخونم که صدا تو میکروفون پخش بشه برای بچه‌هایی که توی زوم هستن بتونن اونها هم بشنون. 6 اوکی. سقوط اریحا 12 تا 17. میگه صبح روز بعد باز یوشع برخاست و کاهنان، دقت بفرمایید اینجا یه استراتژی خدا داره به قوم میده. میگه صبح روز بعد به یوشع میگه، یوشع بلند میشه و به کاهنان میگه صندوق پیمان خداوند را گرفته، در حالی که شیپور خود را مینواختند به اتفاق سربازان برای دفعه دوم شهر را دور زدن. به این ترتیب برای 6 روز همین کار را کردند. یعنی در واقع خدا بهشون میگه که شما بایستی این شهر رو دور بزنید برای 7 روز. 6 روز اول یه دور میزنید، روز هفتم چند دور میزنید؟ 7 بار دور میزنید. و باید چیکار کنید؟ باید صدای شیپور باشه
کاهنین برن، بعد لشکر اول میره و بعد صندوق پیمان میره، اون افرادی که بعد کرنا مینواختن میرفتن و پشت سر هم سربازها بستی میرفتن و میگه 6 روز این رو برای یک بار این بار بکنین، حرف نزنید، هیچ کاری نکنید، سکوت، فقط راه میریم و فقط صدای کرنا زده میشه. حالا روز هفتم سفید دم برخواسته، این بار 7 بار شهر را دور زدن، اما در مرتبه هفتم وقتی که کاهنان شیپور خود را به صدا درآوردند، یوشع به مردم گفت فریاد کنید، زیرا خداوند این شهر را به ما داده است. یه استراتژی جنگی دیگه. اگر امروز یک همچین استراتژی به شما بدن، بگن که برید یه جایی رو بجنگید، اینجوری شهر رو فتح کنیم، مثلا ما الان بخوایم یه شهری رو یه جایی، الان با یه جایی جنگیم بخوایم بریم اونجا رو فتحش کنیم، اون شهر هم خیلی برای ما بزرگ باشه و مثلا به ما بگم برو دور شهر بچرخ، بعد هیچی هم نگو، ساکت باش، صدای شیپور هم باشه، بعد روز هفتم، بار هفتم فقط فریاد بزن. آیا واقعا ما این کارو میکنیم؟ فکر نمیکنم. که مثلا به نظر مسخره میاد، اصلا میشه همچی چیزی. اما میبینیم که قوم بایستی اینجا اعتماد میکردن به خدا، قوم بعد اعتماد میکردن که بتونن، چون کار دیگه جز اعتماد هم از دستشون بر نمی اومد، چون هیچ جوری نمیتونستن اون شهر رو شکست بدن. ولی بعد میبینیم که دیوارهای شهر فرو میریزه بعد از اینکه این کار رو انجام میدن. اگر اون عکس رو برای ما بذاری بعد امیر. خب تا اینجا با من هستین یا توی داستان گم شدید؟ هستید؟ پس ما میبینیم که خداوند یه استراتژی میده که قوم به این شکل که توی تصویر دارین میبینین، دیوار عریها رو میبینین چقدر بزرگه، بعد دور این میچرخیدن و بعدم روز دیوارها فرو میریزه و بعد قوم میتونن چیکار کنن؟ وارد سرزمین وعده بشه. اما حالا وقتی که قوم وارد سرزمین وعده میشه چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً همون صحبتی رو که خدا با موسی کرد، گفت من اینا رو میبرمشون، چون به پدرانشون قوم دادم، من اینا رو وارد شهر میکنم، اون سرزمین رو بهشون میدم، اما اینا چی میکنن؟ اینا میرن خداهای اقوام دیگر رو شروع میکنن پرستیدن و به من خیانت میکنن. به من خیانت میکنن و ما میبینیم بعد از نسل دوم تا سوم یوشع تقریبا 30 تا 50 سال بعد از ورودشون اینها خیانت میکنن و میرن بت بل و اشتاروت رو شروع به پرستیدن میکنن که در نتیجه این بی‌اطاعتی خدا گفت من چیکارشون میکنم؟ داوریشون میکنم. عهدشون رو شکستن با من، داوریشون میکنم. چه اتفاقی افتاد در زمان داوری؟ بابل به اورشلیم حمله کرد، دیوارهای شهر رو خراب کرد، فرو ریخت، شهر رو تصرف کرد و یهودیان به تبعید رفتن. حالا میگذره تا چه اتفاقی میفته؟ تا در زمان اردشیرشاه پادشاه ایران، یهودیایی که توی ایران تبعید شده بودن، شخصی به نام نهمیا توی دربار کار میکرده و ساقی پادشاه بوده. نهمیا بهش خبر میرسه و از خرابی دیوارهای اورشلیم بهش میگن که وضعیت اورشلیم چقدر نابسامانه. ناراحت میشه، دلش میشکنه، به غیرت میاد
چقدر امروز من و شما از خرابی‌های وضعی که توی ایران هست به گوشمون میرسه، یا تو کشورمون هر جایی که هستیم، از شهرامون به صدا، به خبرها به گوشمون میرسه این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، چقدر واقعا نگران و ناراحت میشی؟ یا اصلا این خیالمون نیست و برای اونا داره اتفاق میفته، برای من که نیافتاده که. به من چه؟ بی خیال و بی تفاوت از کنار مسائل عبور میکنه که اینها میشن چه قومی؟ قشر خاکستری. قشر خاکستریه، بی تفاوته ما، که اصلا مهم نیست کی مرد، کی کشته شد، کی زده شد، کی کور شد، کی تو زندانه، کی داره چه آسیبی میبینه. من که حالم خوبه، من دارم اینجا میخورم و چاق میشم و دارم فربه میشم. حالا هر کی هر طور میخواد بشه بشه، به من چه؟ من چه؟ من که حالم خوبه. فکر میکنیم همیشه مرگ برای همسایه است، هیچ وقت برای ما اتفاق نمیفته و این واقعا بی‌تفاوتی درد بزرگیه که ما ایرانی ها بایستی حقیقتا از این گناه بی‌تفاوتی توبه کنیم، به غیرت بیایم و برای هموطنانمون که توی ایران در اسارت هستند دعا کنیم، یه فکری بکنیم، یه اتحاد داشته باشیم حداقل در خارج از کشور با هم دیگه. وگرنه دونه دونه میزنن، همه رو میکشن، نابود میکنن، نسل ایران و ایرانی‌ها رو میکشن، همونجوری که اصلا اونا رحم نمیکنن. میبینین که دارن چجوری جوانای زیبای ما رو دارن پرپر میکنن، کشورم تجزیه میکنن، هیچی به هیچ. این چیزی هست که هدف دشمن برای کشور ماست. ولی خدایی که من و شما رو از اون کشور بیرون کشیده، رهبری کرده، آورده به اینجا رسونده، آیا هدفش برای ما این بوده که هر کدوم حالا اومدیم اینجا اقامتمون رو گرفتیم و کارامون رو گرفتیم و انجام دادیم و خونمون رو گرفتیم و ساپورتمون بس شد و کاری گرفتیم و بیزینسی زدیم و پولی در آوردیم و دیگه به من چه؟ آیا واقعا این هدف خداوند برای آوردن من و شما از ایران بیرون آورده برای این؟ تمام چیزهایی که داره اتفاق میفته همه اونها طرح و برنامه ریزی و برای خداوند. خدا داره از این استفاده میکنه که خودش رو به من و شما ایرانی بشناسونه. ای ایرانی، ای کرد عراق، ای برادرمون از افغانستان، ای خواهر، ای برادر، خدایی که شما دارین به نام الله میپرستین یک بت بیشتر نیست. 1400 ساله که ما اسیر این بت و این خرافات هستیم. بیدار شو. ما فکر میکنیم ما ایرانی ها یا هر کدوم ما میایم اینجا سر از کلیساها در میاریم، خیلی زرنگی ما هاست، ما خیلی پای زرنگی خودمون میذاریم. من خیلی زرنگم، رفتم کلیسا رو پیچوندم و رهبر و شبان رو پیچوندم و جوابم هم گرفتم و سیستمم میپیچونم و خونم هم میگیرم و نمیدونم اینم رو میگیرم اونو میگیرم، بعدم میرم هر کاری هم دلم خواست کار سیاه میکنم، اون کار میکنم، هر جو عشقمه میرم زندگی میکنم. هر کی هم با من مخالفتی بکنه همچین براش خواب میبینم و نقشه براش من دیدم که چطوری واسه ایرانی ها برای همدیگه نقشه میکشن برای نابودی همدیگه، پدر همدیگه رو چجوری در بیارن. خودم اینجا کم آسیب نخوردم از ایرانیا، اینجا وایسادم 1000 تا بلا سر من آوردم. من هنوز خدا خیلی دوستم داشته اینجا سالم ایستادم. انواع اقسام حمله ها که چی در این کلیسا بسته شه. برو بشین تو خونه، حرف نزن، ساکت باش. ولی من که دلم برای هموطنم میسوزه، من نمیتونم ساکت بشم. من هر فرصتی که پیش بیاد میگم الله بوته، ایرانی به غیرت بیا، از دست از بی‌تفاوتی بردار، با هم دیگه اتحاد داشته باشیم تا بتونیم به پیروزی برسیم.
هر کسی رفته الان توی گوشه یه اتاقی گرفته، تو اتاقا نشستن، همه تو افسردگی و تو حال بد، در خفا و در تنگنا همه دارن میمیرن یا منتظر مرگن، یا اینکه انقدر زدن به جاده خاکی که غرق دراگ و مشروب و پارتی و مهمونی و آزادی و دموکراسی و نمیدونم اینجور چیزا شده، همچی قلب زده و جب زده این محیط اینجا شده. از اصلا معنی آزادی رو نمیدونن یعنی چی، و آزادی درست استفاده کردن از آزادی هایی که در اختیارشون گذاشته میشه یعنی چی. ماها باید بیدار شیم دیگه. چقدر بلا باید سرمون بیاد، چقدر باید کشته بدیم تا بتونیم از این اسارت‌های چندین ساله آزاد بشیم. هر کسی میاد دنبال کار خودش، این که واقعا نشد. و حالا گفتیم که خبر به نهمیا میرسه. حداقل یه نفر پیدا میشه که غیرت داره برای کشورش. یه نهمیایی پیدا میشه که وقتی اخبار بد ایران رو میشنوه دلش میسوزه، گریه میکنه، میگه ماتم میگیره. میگه چون این سخنان را شنیدم نشستم و گریستم و روزهای چند ماتم گرفتم و در حضور خدای آسمان ها روزه داشتم و دعا کردم. گفتم ای یهوه خدای آسمان ها، ای خدای عظیم و مهیب که عهد و محبت رو با آنان که تو را دوست می‌دارند و فرمانهایت رو به جا می‌آورند نگه می‌داری. تمنا این که گوش تو متوجه و چشمانت گشوده باشد تا دعای این خدمتگزارت را که در این وقت روز و شب به حضور تو به جهت بندگانت بنی اسرائیل می‌کند بشنوی. من به گناهان بنی اسرائیل که به تو ورزیدن اعتراف می‌کنم. یه نفر چشش باز شد، بیدار شده به اسم نهمیا که آره من متوجهم یهودیا قوم بنی اسرائیل داره چیکار میکنه، داره به تو گناه میورزه. ما خطا کردیم، بله اون کاری و همه رفتن بت پرست شدن، رفتن بت اشتارود و بر رو پرستیدن. من از جانب اونا اعتراف میکنم. امروز چند نفر از من و شما واقعا برای ایران در دعا هستیم، در روزه هستیم که خدایا من از جانب هموطنام که انقدر درگیرن اونجا و متوجه نیستن، من از جانب اونها عذرخواهی میکنم، توبه میکنم، ببخششون که اگه دارن بت پرستی و الله پرستی میکنن نمیدونن. من از جانب اونها توبه میکنم، ببخش و رحم کن و صدای دعای ما رو بشنو. حقیقتا چند نفر ما این کار رو میکنیم؟ چقدر قلب ما درد میگیره وقتی که اخبار ایران رو میشنویم. خدا من با افرادی در تماس هستم میبینم مثلا ککشون هم نمیگزه، عین خیالشون نیست. و اینها واقعا دیگه ما وقت نداریم، باید بیدار شیم که بتونیم واقعا به داد هموطنانمون برسیم. خب حالا نهمیا بیدار شده، حالا نهمیا فهمیده قوم گناه کرده، داره توبه میکنه، قدم عملی برمیداره. چیکار میکنه؟ میره به حضور پادشاه. اصلا پادشاه قیافه نهمیا رو میفهمه، میگه نهمیا تو یه چیزی هست، حالت خوب نیست، مشکلت چیه؟ نهمیا داستان رو با پادشاه در میون میذاره، میگه مشکل من، اجازه میدی من برم دیوار ریخته شده یک کشورم رو بنا کنم؟ الان در ایران باز شه فردا، چند نفر حاضرن برگردن ایران اون دیوارهای ریخته شده رو بخوام بنا کنن؟ خدا همه اینجا منتظرن جوابا رو بگیرن و قاچاقی از اون ور بپرن برن ترکیه و از طریق عراق یا قاچاقی برن ایران و یه 4 تا پوز بدن ما از انگلستان اومدیم و یه خورده حالا پوز بدن و نمیدونم اینو داریم و اونو داریم و رخنمایی بکنن و بعدش هم برگردن بیان اینجا و دوباره سیستم اینجا رو بپیچونن دروغ بگن. به خدا دیگه بسه. ازتون خواهش میکنم که
به دیگران که این کلام رو شما دارین میشنوین، این فقط برای این نیست که خودتون بشنوین، برای خودتون نگه دارید. برای اینکه بریم به دوستاتون، به کسایی که اینجا نیستن، وظیفه داریم اینا رو بریم بگیم. ما نکنید اینقدر سیستم اینجا رو نپیچونیم. ما باید از این دروغ آزاد بشیم. تا کی هی میخوایم دروغ بگیم، دروغ بگیم، دروغ بگیم، دروغ بعد از دروغ، بعد هم بگیم هر جوری که دلمون میخواد زندگی بکنیم. همه همین کارو میکنن. ما هم یکی از همونا. همه در گناه زندگی میکنن. و ما هم یکی از اونا. کی گفته خدا داوری میکنه؟ کی گفته عیسی مسیح داره برمیگرده؟ کی اصلا اینا رو گفته؟ ولی همچین که وقتی عیسی مسیح برگشت، اون وقت میفهمیم که کی گفته کی نگفته. تا وقت هست ما بایستی این خبر خوش نجات رو به همه بدیم تا اونها هم بتونن نجات پیدا کنن، سوار کشتی نجات بشن. الان کشتی نجات کلیساست. ولی میبینی کلیساها بعد از اینکه همه جوابا رو میگیرن، یکی یکی خدا حافظ. بعدم میگم من فکر میکنم به پای زرنگیشون میذارن. اما فکر کردین خدا رو میتونن بپیچونن؟ آیا خدا رو میشه پیچون؟ خدا از قبل میگه من میدونم قوم اسرائیل بره توی سرزمین موعود گناه میورزه. یعنی از قبل نمیدونه من ایرانی هم میام اینجا، خودشو به ما معرفی میکنه، اینقدر به ما محبت میکنه، ما قشنگ میتونیم بپیچونیم یا میپیچونیم؟ نمیدونه. خدا قشنگ میدونه. پس فکر نکنیم ما خیلی آدمای زرنگی هستیم. ما زرنگ نیستیم. کسایی که این کارا رو میکنن اتفاقاً اوج نادانی و حماقتشون هست که این کارا رو میکنن. یعنی از این بالاتر عیسی مسیح اسم اینجور افراد میذاره افراد نادان، و منم کلمه بهتری رو واقعا واسش پیدا نمیکنم که بگم. پس حواسمون باشه که داریم چی کار میکنیم. بچه ها میان اینجا، من داشتم مواردی رو که شخص اومده تو کلیسا، کار خلاف بهش تذکر دادیم، نکن، نرو، پسر خوب نکن، اینجا کشور قانونه، میگیرنت، نمیدونم کار دست خود نده. این همه مگه تو نمیگی من به بدبختی و فضاحت و بیچارگی هرچی تو ایران داشتم فروختم، تو رو آوارگی کردم، کشیدم، اومدم اینجا رسیدم، یه دونه نامزد و یه پدر مادر پیر تو ایران دارم چشم به راه من هستن، مگه اینا رو نمیگی؟ خب برای چی شب ساعت 12 شب بلند میشی میری دم کلاب میشینی که بلا سرت بیا؟ چرا میری با مست میکنی، میری به ناموس مردم دست میزنی که بیان بگیرنت بکننت تو زندان 14 سال حبس بهت بدن؟ نکنید این کارا رو. هرچی بهش ما گفتیم گوش نکرد. گوش نکرد. آخر سر منم یه نفر به من زنگ میزنه از تو زندان. شماره هم که من نمیشناختم. یه روز دیدم یه نفر از مسئول زندان بود. خانم فلانی، بله ما یه نفر اینجا داریم میخواد با شما صحبت کنه. من که نشناختم. گفتم حالا گوشه بهش بده من صحبت کنم. به فامیلش میگم من به فامیل نشناختمش، به اسم شناختمش. بله. گفت من فلانیه. گفتم ببین انقدر حرف گوش ندادی، سر از اونجا در آوردی؟ چیکار کردی؟ هیچ. مشروب خوردم، مست بودم، سر راه داشتم میرفتم خونه، یه دختر انگلیسی رو دیدم، اونم مست و سرگردون بوده، جا نداشته، گفتم بیا بریم خونه ما بخواب. بردمش خونه، خوابیده رو تخت خودم، بهشم دادم، صبحم بهش صبحونه دادم، راهیش کردم رفته. یه رو بعد پلیس اومده بالا سرم، 14 سالم زندانی بهم دادن. حالا یه کاری بکنی من بهش دیپورت شم برم ایران. بودم یعنی واقعا تو برای این هدف اومده بودی اینجا، این همه مصیبت که این بشه آخرش؟ یا اون طرف میره مثلا نقشه میکشه، خانوم ها دیگه بدتر از آقایون جدیدن. چقدر من از این موضوعات میشنوم. نقشه میکشن میرن با آقایون دوست میشن، پولاشونو میگیرن، فریبشون میدن،
قربون صدقه شون میرن، نمیدونم عشق و عاشقی را میندازن، بعد به یک حالت ایشون به من تجاوز کرده، اگر تا اون باجی رو که میخواد بهشون ندن، سر از کجا در میارن دوباره؟ زندان. اصلا تجاوز با این چیز اصلا شوخی نداره تو این کشور. دوستی میکنن پوستی، همشون اولشون خوبه و با دوستی و رفاقت هزار تا بلا سر آدم میارن. و الان جدیدن شخصی رو 2 نفر رو اتفاقا من میشناسم که 9 سال بهشون اینجوری حکم زندانی داده شده. یا شخصی از تو زندان با من تماس گرفته بود، میگفت دوباره شماره من همه جا هستش، رو مثلا بچه‌ها میگن رو دیوار زندان اسم شماره تلفن شما هست. تماس گرفته بود، گفت به من میتونین کمک کنید که من بیام بیرون؟ گفتم خب مشکل شما چیه؟ فروش مواد مخدر. گفتم خب، گفتم به یک چند وقت اونجا بهت حکم دادن؟ اونم نمیدونم حدود همین 17 18 سال، خیلی طولانی و اینکه سنگین میفروخته. گفتم که خب پشیمونی؟ گفت نه. گفتم خب میای بیرون میخوای چیکار کنی؟ گفت هیچی، دوباره میخوام مواد بفروشم. الانم اینجا مثلا دارم میفروشم. گفت برای چی داری میای بیرون؟ برای چی میخوای بیای بیرون؟ همونجا با ایجاد خوبه، داری دیگه کاسبی تو داری اون تو، بس میخوای بیای بیرون چیکار کنی؟ یعنی واقعا یه لحظه بشینیم خود فکر کنیم ببینیم این همه ما مصیبت کشیدیم، از کشورامون اومدیم اینجا برای ساخت یک زندگی بهتر. آیا اینه واقعا اون زندگی که اون رویایی رو که براش داشتیم واقعا اینه؟ به کجا داریم میریم؟ اخلاقیات به صفر رسیده. اصلا صفر که چه عرض کنم، اصلا دیگه اخلاقیاتی وجود نداره. اصلا آدم واقعا ناامید میشه و واقعا خدا کمکمون بکنه که بتونیم خودمون رو پیدا کنیم. به ما واقعا رحم کنه خداوند که از این مسائل و مشکلات و نمیدونم فریب و دروغ و منیت و خودخواهی و خودپرستی و خوشگذرونی و ما فقط از آزادی اینو یاد گرفتیم که مثلا حالا اونجا اسمشو میذاشتن صیغه، اینجا حالا اسمشو میذارن چی، معشوقه. 4 5 تا معشوقه این داشته باشه، اونم یه جور دیگه، اون یکی دیگه میگه سر یه دونه موبایل. من با یه پسری دوست شدم، ازش خواستم برای من موبایل بخره، موبایل برام خریده، الان با هم دعوامون شده، الان موبایل از من میخواد، گفته اگه ندی میرم شکایتتو میکنم. من الان چیکار کنم؟ من موبایل پس بدم یا ندم؟ اگه پس ندم نخوام پس بدم، میتونه بره از من شکایت بکنه؟ اصلا واقعا آدم با یک موضوعاتی برخورد میکنه که مخش فقط میخواد سوت بکشه. اون یکی میگه که من با اون یکی پسر دوست شدم، نه یه آقای تعریف میکرد که من با یه خانمی دوست شدم، خانمه به من خیانت میکرد، منم زاغسیاشو چوب زدم، درست میگم؟ آره، رفتم مچشو گرفتم که بهش ثابت بکنم که تو داری به من خیانت میکنی، چون هرچی بهش میگفتم زیر بار نمیرفت. اونم گفته هر کار میخوای بکنی بکن، بیا تا بهت نشون بدم، بیا ببین اصلا من با دوست پسرم هستم یا نیستم. میره خلاصه با دوست پسرش که بوده هیچی، همون لحظه هم با پلیس هماهنگ میکنه که ایشون من تهدید کرده میخواد بیاد من بکشه. پلیس هم بالا سرش گرفتش بردش تو زندان. چون بیخود کرد این خانم با دوست پسرش رو تهدیدش میکنه، به تو چه؟ تو چی کاره ای؟ در نهایت میخوام بگم آخر اینها آخر عاقبت نداره، خونه هایی میشه که ویران میکنه زندگی های ما رو. ما اگر این همه را واقعا بدبختی و مصیبت کشیدیم تا به این کشور رسیدیم، اومدیم خونه هامون رو از نو بسازیم، با یک امیدی به این کشور اومدیم که از نو بنا کنیم، نیومدیم که چیکار کنیم دوباره هر چی رو از اول بزنیم خراب بکنیم و بدتر از اون وضعیتمون توی
ایران بشه. و حالا آقای اردشیرشاه با نهمیا موافقت میکنه و نهمیا به کشورش برمیگرده، به اورشلیم برمیگرده و یهودیایی رو رهبری میکنه تا بتونن با همدیگه این کشور، این دیوارهای ریخته شده رو بسازن. اگر که نهمیا 4 فصل 4 آیات 6 تا 7 رو بخونیم، میگه پس حصار رو بنا کردیم، شروع کردن به ساختن. استراتژی بعدی که خدا بهشون میده چیه؟ میگه هر کسی از جلوی خونه خودش شروع کنه به ساختن. هر کسی دیوار خونه خودش رو بسازه. ببینید تو هر مرحله، تو هر مشکلی، تو هر چالشی خدا یک استراتژی مخصوص اون شرایط خاص رو میده. زمانی که قوم میخواست از اسرائیل بیاره بیرون، از مصر بیاره بیرون، گفت اون شبی که میخواست نخست‌زاده ها رو بزنه، گفت چیکار کنین؟ بر سر در خونه هاتون خون بمالید که وقتی فرشته مرگ رد بشه به شما آسیبی نزنه. خب هر کسی خون رو نمیزد، گوش نمیکرد و خون رو نمیزد، خون قربانی رو نمیزد، خب نخست‌زاده‌اش میمون. توی دیوار برای شکسته و ریختن عریها، دیوار عریها میگه چی؟ برین دور بزنید، سکوت کنین، با دیوارهایی که جلوتون هست در پرستش. وقتی اون کرنا و اون چیز داره دور دیوار میچرخه، در واقع دارن با پرستش و نام خداوند یهوه رو بلند کردن، با قدرت خدا اون دیوار رو فرو ریختن. حالا اومدن الان دوباره که میخوان این دیوار رو که ریخته شده است به حرف خدا گوش نکردن و دوباره دیوارهای اورشلیم، خونه هایی که اونجا ساختن خراب شد رو سرشون. خونه‌هایی بود که براش زحمت نکشیده بودن، خدا بهشون داد دیگه، ولی قدر خدای یهوه رو ندونستن، بی‌حرمتی کردن، دیوارهای اون خونه‌ها رو سرشون خراب شد و به تبعید برده شدن. ما هم قدر خونه‌هایی که توی ایران داشتیم رو که شاهنشاه برای ما درست آماده کرده بود و تمام زحماتش رو کشید و ما هم در خوشخیالی و در بهترین حالت داشتیم زندگی میکردیم، ولی قدرش رو ندونستیم، شکرگزار نبودیم، چی شد؟ دیوارای اون خونه ها رو سر هممون خراب شد. الان دیوار مملکت داره فرو میریزه، اصلا مملکت داره رو سر همه خراب میشه. همینه دیگه، همونجوری که دیوار اورشلیم رو سر یهودیا خراب شد، الان خونه ها ایرانی ها داره رو سرشون خراب میشه، به خاطر قدر ناشناسی و ناسپاسیه. و هر کسی هر بتی رو شروع میکنه به پرستیدن و حاضر هم نیستیم که به خودمون بیایم یه ذره تحقیق کنیم، یه خورده بخونیم، یه ذره متوجه شیم که دنیا دست کیه. کسی هم که بهمون میگرم به باد مسخره میگیریم، ولی خب اشکال نداره، ما اینقدر میگیم تا بالاخره 4 تا هم بشنون ایمان بیارن، برای ما ارزشمند است. خب حالا خدا در این شرایط بهشون میگه هر کسی شروع کنه دیوار خونه خودش رو شروع کنه به ساختن. پیامش برای من و شما چیه؟ امروزی که من و شما هم به اینجا رسیدیم، دیوارامون همه خراب شده و ریخته شده است. دیواری که باید بسازیم چجوری باید بسازیم؟ هر کدوم دیوارهای زندگی خودمون رو شروع کنیم بنا کنیم. اگر اخلاقیاتمون سقوط کرده ریخته، بنا کنیم. اگر مسائل مالیمون خرابه ریخته شده است، شروع کنیم اصولی درست کردن، کار کردن، کار شرافتمندانه پیدا کردن، دیوارهای مالیمون رو بسازیم. اگر روابطمون زده شده است، شروع کنیم برای روابطمون کار کردن و روابطمون رو شفا دادن، احساساتمون رو شفا دادن، روی اونها دعا کنیم، پرستش کنیم، دعا کنیم و از خداوند بخواد بیاد ما رو شفا بده و دیوارهامون رو از نو بنا کنیم و بسازیم. ولی میگه وقتی که اینا داشتن این کارو میکردن، تمامی حصار تا نصف بلندیش به هم پیوست، زیرا دل قوم در کار بود. خب همه داشتن در یک دل این کار رو میکردن، اما چون سنبلت و توبیا و اعراب و امونیان و اشدودیان شنیدن که مرمت حصار اورشلیم پیش رفته و شکافهایش بسته می شود، بسیار خشمگین شدند.
زمانی که ما شروع میکنیم به بازسازی دیوارهای زندگیمون از طریق ایمان به عیسی مسیح، کیا خشمگین میشن؟ دور و بریای ما خشمگین میشن. وقتی ما احساس آرامش میکنیم، اون یکی دوسته از اون ور میاد میگه برای چی کلیسا میری؟ مگه تو جوابتو نگرفتی؟ واسه چی دیگه کلیسا میری؟ چرا میری کار شرافتمندانه میکنی؟ چرا مالیات میدی؟ خب چه کاریه؟ برو نمیدونم فلان کارو بکن، هم حقوق بیکاری تو بگیر، هم سیاه کار کن، یا پولی بذار جیبت. همش راههای دور زدن و پیچوندن. یعنی واقعا 40 سال دروغ و پیچوندن این سیستم جمهوری اسلامی چیز دیگه به ملت یاد نداده بهمون. و ما باید از اینها آزاد شیم و شروع کنیم دیوارهای زندگی هامون رو درست بنا کردن، خانوادهمون رو از نو ساختن. هر دیواری هست، جایی که میبینیم شیطان داره یه دری رو باز میکنه، اونو سریع ببندیمش و سعی کنیم ببینیم راه اصولی زندگی کردن چیه. کلام داره چی به من یاد میده؟ کاری که همه میکنن و من شما نباید بریم انجام بدیم. خدا ما رو میگه که خیلی از افراد میگن که خب همه دارن این کارو میکنن، ما هم بریم میکنیم دیگه، چه کاریه؟ خب همه میکنن. خب اگه قراره همه این کارو میکنن، خب اون عکس خیلی محبوب من، این عکس برای مدت هاست، خیلی این عکس حرف داره برای ما زدن. همه دارن این کارو میکنن، همه دارن این راه رو میرن، همه دارن سیستم رو میپیچونن، همه دارن سیاه کار میکنن، همه دارن دروغ میگن، همه دارن زنا میکنن، همه دارن دزدی میکنن، همه دارن نمیدونم هر کاری دلشون میخواد، قاچاقی دارن میرن ایران و میان، همه دارن میکنن. مگه فقط من یکی ام؟ حالا من اگه نکنم چه فرقی میکنه توی این؟ اگه من نکنم چی میشه؟ چی میشه؟ اون میشه. اون مسیر درستیه که شما داری میری که عاقبتش به چیه؟ به نجات و حیات. بقیه که این راهو دارن میرن به کجاست؟ تهش رو میبینین؟ ته راهو اولا که همه خسته و کوفته زیر این بارهایی که دارن حمل میکنن، مشکلات زندگی کمرهاشون رو خم کرده و آخرش هم به جایی نمیرسن. آخرش هلاکت، نابودیه. ولی اونها ببینیم بدون بار، سبک، راحت، آزاد دارن به سمت حیات میرن. پس اولین کسایی که شروع میکنن با ما بر ضد ما بلند شدن، همین افراد بسیار نزدیک به من و شما هستن. افراد خانوادهمون هستن، دوستامون هستن، همکارامون هستن، راه دورم نمیخواد بریم، همینا نزدیکترین کسای ما بر علیه ما بلند میشن که نه نکن، برای چی داری دیوار خونت رو میسازی؟ نساز، بذار همون دیواره رو سرت خراب بشه. اینا که دوست نیستن، اونا دو حکایت دوست خاله خرسه هستن. اونا دوستای ما نیستن، کسایی که اینا رو به ما میگن. میخوان خونه ما رو سرمون باز دوباره خراب شه، آرامش نداشته باشیم، آسایش نداشته باشیم. و در نهایت نهمیا در 4:17 میگه چی؟ پس اونایی که باهاشون مخالف بودن شروع کردن بهشون حمله کردن و مسخره کردن و حتی حمله کردن بهشون. میگه که بنای حصار اشتغال داشتن، میگه باربران به گونه‌ای بار میبردن که با یک دست این کار را انجام میدادن و با دست دیگر سلاح میگرفتند. یعنی چی؟ یعنی با یه دستشون داشتن خونهشون رو میساختن، با یه دست دیگه شون به کسایی که بهشون حمله میکردن رو بعد با اونا هم میجنگیدن. درسش برای زندگی من و شما چیه امروز؟ همینجور که ما داریم در کلیسا زندگی هامون رو، خانه هامون رو از نو میسازیم، شیطان از طرق مختلف به ما حمله میکنه. ما همچنین همینطور که داریم در حال بازسازی زندگیمون هستیم، از اون طرف با شریر بایستی بجنگیم و اجازه ندیم که دیوارهای زندگی ما رو خراب بکنه. چون گفتیم کار شریر چیزی نیست جز بیاید بکشد، هلاک کنه و نابود بکنه. ولی خداوند گفت که چی؟ من اومدم که شما رو سعادتمند
و خوشبخت کنم، سعادتمندی رو به شما بدم. و با این آیه میتونیم تموم کنیم. اول قرنتیان 1:24 اما فراخواندگان را چه یهودی و چه یونانی مسیح قدرت خدا و حکمت است. یعنی چی؟ این آیه پر از حرفه. مسیح خدا، عیسی مسیح میگه برای ما قدرت خدا و حکمت خداست. حکمت یعنی چی؟ یعنی مغز که اون قدرت فرماندهی رو داره و میتونه هدایت کنه و بهترین ها رو، تاکتیک ها و استراتژی ها رو در نظر بگیره برای، حالا اگر توی جنگیم، توی صلحیم، توی هر شرایطی که هستیم، برای ساختن خونه هامون. از مسیح که حکمته. یعنی چرا ما دعا میکنیم میگیم عیسی مسیح تو سر کلیسای ما هستی؟ یعنی تفکرات تو، تعالیم تو هدایت کننده کلیسای ما باشه، نه فکرهای انسانی ما. چرا میگیم عیسی مسیح تو سر خونه های ما باش، سر زندگی من باش؟ چرا؟ چون من از روی فکر انسانی خودم نخوام فکر کنم و تصمیم گیری کنم برای آیندم. چون فکر من منو به جایی نمیرسونه. فکر من میتونه منو نابود کنه، دوباره میتونه دوباره دیوارهای زندگی منو فرو بریزه. ولی حکمت خدا، اون حکمت، عیسی حکمت خداست. اون قدرت تفکری هستش که میتونه در زمانهای مختلف زندگی به ما اون طرز تفکری رو بده که ما رو به سمت جلو ببره و به سمت آبهای روان و مرتعهای سبز. آیا امروز عیسی مسیح سر زندگی های شما هست؟ آیا فکر مسیح فکر شما هست؟ با چه قدرتی، با چه تفکراتی، با چی داری زندگیت رو بنا میکنی و میسازی؟ بر اساس چه اصولی داری جلو میری؟ شاید امروز روزش باشه که دیگه فکر بکنیم راجع به این مسئله. و اگر تا الان این کار رو نکردیم، واقعا هر چی زمان بگذره دیرتر میشه. مثل اون حالت قوم اسرائیل میشه که داریم دور خودمون میچرخیم. اگر میخوایم به مسیر راست، تو مسیر درست قرار بگیریم، بایستی ما، عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم، بعد دنبال رو و پیرو مسیح باشیم، شاگرد مسیح باشیم. اون راه رو میدونه که ما رو به کجا ببره. از او بخوایم زندگی های ما رو شبانی و پیروی، هدایت و رهبری بکنه. اون بهترین دوست ماست. اون کسی که اگر تمام دنیا به من و شما خیانت بکنه، اگر هر کسی ما رو تنها بذاره، او هرگز ما رو تنها نمیذاره. ببینید چقدر به این قوم اسرائیل وفادار بوده خداوند. میبینید چقدر وفادار بوده. اما قوم اسرائیل داره باهاش چیکار میکنه؟ هنوز بعد از این همه سال هنوز منتظر یه مسیحایی بیادش. خدا رهبریشون کرد. این سرزمینی که توش هست رو خداوند بهشون داده دیگه، به خاطر وعده‌ای که به پدرانشون داده بود. الان چیه؟ عیسی مسیح خدا براشون فرستاد، تعلیمشون داد، رهبریشون کرد. عیسی مسیح رو مصلوبش کرده. باز هنوز منتظر هستن مسیحاشون ظهور بکنه. هنوز ضد خدا هنوز دارن قیام میکنن. هنوز هم دارن سرکشی میکنن. ما چی؟ آیا ما دیگه واقعا به اون درجه از آگاهی رسیدیم که بدونیم که واقعا عیسی مسیح اون خدای حقیقی و زنده‌ای هستش که میتونه تنها نجات دهنده من و شما باشه؟ یا هنوزم داریم توی مسیری میریم که هر چی بسازیم دیوارهاش میریزه؟ دیروز من با پیش یکی از دوستان بودم. برادر از اقوامشون توی یک کشور دیگه بود و اینا 25 سال هم 30 سال با هم زندگی کردن. من هر دفعه میشنیدم از موفقیت هاشون، میشنیدم که چطوری دارن با هم کار میکنن، خونه میسازن، بچه های مثل دست گل دارن، همه چیز به نظر خوب میاد.
ولی دیروز یهو شنیدم که گفت خانمش ولش کرده رفته با یه آقای، این شوهر و بچه رو، 2 بچه مثل دست گل رو ول کرده. این خانه روی سر اونها خراب شده. اون خونه دیگه خونه نیست. دیگه شوهرش روانی شده، آقای بابای بچه ها اصلا سردرگمن، همه چیز به هم ریخته است. و این الان زندگی ماها هستش، چه تو داخل ایران چه خارج از ایران که میاد. 25 سال خارج از ایران ساختن، یا زن میذاره میره یا مرد میذاره میره، خونه دوباره چیکار میشه؟ خراب میشه. هر لحظه خانه فرو میریزه اگر حواسمون به زندگی هامون نباشه، اگر حواسمون به بچه هامون نباشه، خونه هامون رو سرمون دوباره خراب میشه. آیا دیگه توانش رو داریم؟ من یکی که ندارم، شما رو نمیتونم که بخوایم کم بذاریم برای زندگی هامون، بخوایم دوباره بی مسئولیت باشیم در قبال آیندمون. و هر کس ما مسئول زندگی خودش هست. یک غفلت در زندگی شما، من تاوانش رو پرداخت نمی کنم، خودتون باید پرداخت کنید. یک بی مسئولیتی در زندگی خود من، یا اشتباه عمل کردن، اشتباه تصمیم گرفتن، شما تاوانش رو پرداخت نمی کنید. من خودم باید تاوانش رو پرداخت کنم. هیچ کس به جای دیگری تاوانی پرداخت نمیکنه و هر کسی باید با چالش نتیجه اون تصمیماتی رو که میگیره توی زندگیش برای خودش واقعا بدونه که چه عواقبی رو در پیش رو خواهد داشت. امروز اگر من و شما عیسی مسیح سر خونه و زندگیمون نباشه، هر چی بسازی فرو میریزه. و توی پرستش هایی که میکنیم امروز بیام یه عهد جدیدی دوباره با خداوند ببندیم، همون عهدی که موسی در آخرین دقایق زندگیش با قوم اسرائیل بهشون یادآوری کرد. گفت من بهتون توصیه میکنم زندگی رو انتخاب کنید. امروز من و شما هم اگر یه جایی از عهدامون رو با خدا شکستیم یا کم گذاشتیم یا فراموش کردیم، میتونیم، همیشه فرصت برای بازگشت هست، به حضور خداوند بیایم و دوباره تجدید عهد کنیم و اجازه بدیم که خداوند به ما قوت ببخشه. ما با قوت خودمون نمیتونیم، مثلا قوتی نداریم. اگر او به ما قوت نده ما واقعا نمیتونیم زندگی هامون رو بنا کنیم. اگر حکمت نداشتیم ما هیچ کدوممون حتی نمیتونیم واسه 2 دقیقه بعدمون خبر نداریم. چطوری میتونیم برای 5 سال آینده یا 10 سال آیندهمون تصمیم گیری کنیم و برنامه ریزی کنیم؟ پس بهتره که بتونیم حکمت خدا، این آیه رو من ازتون خواهش میکنم حفظش کنید، جزو آیاتی باشه که با خودتون تکرارش کنید که عیسی مسیح حکمت خداست، قدرت خداست و با حکمت و قدرت عیسی مسیح خودمون رو، زندگیمون رو اداره بکنیم. ببینیم عیسی مسیح برای ما چی میگه، چی میخواد. بله خداوندم، شکرگزارت هستیم برای کلامی که شنیدیم. واقعا به حضور الهی تو میایم و توبه میکنیم برای اون سالهایی که در بی ایمانی بودیم ای خداوند و ندانسته واقعا بت پرستی میکردیم. امروز به حضور الهی تو میایم و برای اون سالها از تو عذرخواهی میکنیم و میخوایم که ما رو ببخشی و مطمئن هستیم که تو ما رو بخشیدی. در همین روح خانواده هامون رو، هموطنانمون رو که نادانسته اونها هم دارن بت پرستی میکنن، ما از جانب اونها
توبه میکنیم ای خداوندم. ازت خواهش میکنیم که به هموطنانمون رحم کنی. خاورمیانه رو به حضورت میاریم. برادرمون عباس رو به نمایندگی از کشور افغانستان، برادرمون آلان را به نمایندگی از کشور عراق خداوندم به حضورت میاریم. از جانب عراقیان از طریق برادر خواهرای افغان نیز خداوندم اونها رو نیز به حضورت میاریم. از جانب اونها هم توبه میکنیم و میخوام که واقعا ببخشی و خودت راه نجاتت رو در خاورمیانه باز کنی خداوندم. نه تنها در ایران، در خاورمیانه باز کنی و این منطقه رو از اسارت 1400 ساله اسلام و این همه دروغ و فریب نجات بدی، از این همه خرافات و جهل نجات بدی خداوندم. آگاهی بیاد خداوندم. استفاده کن، از ما استفاده کن. از طریقهای خودت در خواب و رویا با افراد ملاقات کن ای خداوند. روح توبه تو بیاید و باشه که جانهای زیادی در این ایام آخر برای تو نجات پیدا کنن و سید شن ای خداوندم. به خود ما کمک کن که حالا که ما رو نجات دادی، حالا که ما رو با خدای حقیقی و واقعی، با خودت آشنا کردی، واقعا فقط چاق و فربه نشیم و فراموش بکنیم و فقط بودن در کلیسا برای ما عادی بشه خداوندم، تا دوباره شیطان بیاد یک روزنه رو باز کنه و دیوارهایی رو که تا به اینجا ساختیم فرو بریزه. به ما کمک کن که هوشیار و بیدار باشیم، همونجوری که با یک دست دیوارهای ریخته شده زندگیمون رو بنا میکنیم، با دست دیگه حواسمون باشه که با شریر و شیطان بایستی بجنگیم و هر دری رو باز میکنه به نام عیسی مسیح اون درها رو ببنده. شکرت میکنیم برای وجودت و میخوایم که ما رو امروز قوتی نو ببخشی، لمسی نو بکنی و از ما استفاده بکنی خداوند. به حضور الهی تو میایم و تمامی جلال رو به تو میدیم که تو خدای حقیقی و زنده هستی. به نام عیسی مسیح. آمین. آمین.